برای اولین بار در زمان استقلالیت طبیبان روس در تاجیکستان از همتایان تاجیک خود تجربه می‌آموزند. این تجربه آموزی طبیبان روس در تاجیکستان بر اساس یک توافقنامه میان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان و مرکز فدرالی کلینیکی سیبیرسک صورت گرفته است. الکساندر راگاوینکا جراح مرکز کلینیکی سیبیرسک برای 3 ماه همراه با همتایان تاجیکش در مرکز ملی پیوندسازی دوشنبه کار خواهد کرد. Потому что центр большой, пересадок делается много. با آن خاطر که این مرکز بزرگ است، عملیات پیوندسازی زیاد انجام داده می شود. در روسیه چنین بیمارستانی نیست که در چنین یک مرکز اینقدر زیاد عملیات پیوندسازی را انجام دهند. یعنی اینجا همه روزه عملیات پیوندسازی صورت می گیرد. То здесь они идут ежедневно. الکساندر راگاوینکا در 1.5 هفته حضورش در تاجیکستان در 9 عملی پیوندسازی گرده از آدم زنده شرکت کرده است. قرار است با همتایان تاجیک خود این جراح روس در پیوندسازی جگر و غدود زیر معده هم شرکت کند. برتری کار طبیبان تاجیک را او در عملیات پیوندسازی عضوها از دونوری زنده می‌داند. Здесь, допустим, похуже, чем у нас. تجهیزات طبی در مرکز ما از اینجا پیشرفته تر است، اما اینجا خواهش انجام عملیات پیوندسازی بیشتر است. Я думаю, что больше. مسئولان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در تاجیکستان میگویند قبلا یک طبیب دیگری روس هم در شعبه جراحی برای 16 روز تجربه آموزی کرده بود. طبیبان تاجیک هم با دعوت جانب روسیه در یکی از مرکزهای کراسنویارسک 2 عملی پیوندسازی را با موفقیت انجام دادند و این زمینه برای آموزش تجربه طبیبان تاجیک از سوی همتاهای روس گردید. نتیجه های اپراسیون عملیات جراحی که در ما پیوندسازی گذرانده میشه خیلی نتیجه خوب میدهد. شما تصور کنید که از اول تا 20 تا 30 روز بیمارا را ما می‌داشتیم، حاضر در 5م 6م شبانه روز بیمارا ما تماما رخصتی میکنیم. اون وقتی که با چشم خودش دید که اینقدر نتیجه خوب است، عوارض ها خیلی کم هستند، خب اون من فکر کردم که اونها برای همین آموزش رو اینجا خب مرکز پیوندسازی خودمان رو انتخاب کردم. تا امروز در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در دوشنبه بیماران از 12 کشور خارج جراحی شدند. سال گذشته طبیبان تاجیک در این مرکز 118 عملیات پیوندسازی گرده، 12 عملی پیوندسازی جگر، 4 عملیات پیوندسازی مغز استخوان، حدود 100 عملیات متابولیکی تبابت بیماری قند انجام دادند. در 5 ماه سال جاری در 65 مریض عملی پیوندسازی گرده و 6 عملی پیوندسازی جگر انجام دادند. یک دلیل اصلی به تاجیکستان جلب شدن شهروندان خارجی برای انجام عملی پیوندسازی هم ارزش چنین نوعی جراحی در این کشور بوده است. در تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگر جهان عملی پیوندسازی با نرخی نسبتاً ارزان انجام می شده است.